عمر آدم را کی میگوید که یکدم بوده است، لیک بینم صحبت یارانی همدم بوده است. روز شادی گرچه بسیار است یار، آنی که از شادی تو شادی کند کم بوده است. السلام علیکم بینندگان و پادپیسچگان کانال خیرالدین بازار. لطفاً به همه شما میرسانیم که امروز در روز سعید روزها، یعنی در روز جمعه، برادر عزیز و مهربان مرحوم بهرام غفوری از دنیا درگذشتند که در سن 44 سالگی بودند. خب به اهل خاندان بهرام غفوری و به فرزندانشان، به مخلصانشان صبر جمیل خداوند کریم گورشان پرنور کند، روحشان شاد کند و خداوند همیشه به یاد شما عزیزان دل باشند و دعاگو باشد در حق بهرام غفوری. باز یکی از ستونهای ستاره های صنعت تاجیک از دنیا درگذشتند و همیشه به خاطر همین گذشتگان، به خاطر همین بلبلان صنعت تاجیک دعاگو باشد عزیزان دل. البته ما همیشه با شما هستیم. زنده باشید.